بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم جامعه مسلمانان و برادران اهل اسلام و مهمانان گرامی قدر و آنانی که صدای ما شما را میشنوید. الحمدلله امروز باز خداوند دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید. بسیار به خدا انشاءالله شکرگزار باشیم که دیدار آدم انشاءالله غنیمت است. امروز صحبت ما درباره انشاءالله تربیه فرزند می شود خداخواد انشاءالله. البته انسان به یک امید خداخواد در دنیا زندگی میکند. بهترین انشاءالله نعمت این نعمت فرزند، چی پسر است و چی دختر است انشاءالله خداخواد. باید که ما و شما البته فرزندها را خداخواد برای خوب، برای انشاءالله سعادتمند گشتن دو دنیا باید که انشاءالله خداخواد تربیه کنیم. البته عیناً دخترها را با بیشتر خداخواد اعتبار دهیم، چون که دختر میگن در عرفیت خسی مردم است. دختر وطن ندارد، آینده کلان میشد و جایی که الله سبحانه و تعالی مناسب میبیند البته به همون خاندان میرود، البته انشاءالله خدمت بجا میارد. یا برای ما شما رحمت یا برای ما شما انشاءالله لعنت، این همش تربیه ما شما وابسته است. باید که ما شما انشاءالله تربیه کنیم. امروز ما چندین حادثه ها در روبرو میشیم، چندین انشاءالله عائله هایی که در خاندان جنگ و جنجال دارند، همش عایدش خداخواد نسبت انشاءالله از تربیه دور شدن، از انشاءالله سخنهای پیغمبری بزرگوار، از انشاءالله سخنهای الله سبحانه و تعالی دور شدن. امروز چی جوان پسرها چی جوان دخترها انشاءالله خدا خود راهی یعنی بد میگیرن و با این خاندان شما انشاءالله غم و غصه ها را برپا میکنن. پیامبر اسلام که هیچ نعمت بهتر برای فرزند از آداب دیدن نعمت نیست، بهتر انشاءالله خدا خود تربیه نیست. البته وقتی که تربیه میکنیم، من بزرگان اسلام درباره تربیه انشاءالله خداخواد عیناً دختران وقتی که به سن بلاغت میرسن، البته یک چند وظیفه هایی هست باید که ما انشاءالله مادرها به گوش انشاءالله خداخواد دخترها رسانیم که یک یعنی در کتاب های انشاءالله یعنی نصیحت انشاءالله دخترها یک چند مصرع ها یک چند انشاءالله خداخواد سخن های بزرگ خواندم به سمع شما میرسانم. وقتی که انشاءالله ما و شما دختره بین شوهر میدادگی میشیم، البته نصیحتش کنیم، چون این نصیحت آوردین که گفتین دخترم از همین روز تو یعنی در خاندان ما همچون مهمان میشوی، تو امروز به یک خانه انشاءالله دیگر بیگانه میروی، او خانه را همچون مثل خانه خودمون حرص کن. همون خانه خداخواد بچه را پدرش پدر یعنی انشاءالله مادرش مادر حس کن، چون که رسول الله صلی الله علیه و آله که پدرهای شما سه هستند و مادرهای شما سه هستند گفتن. یکی انشاءالله پدری شما گفتن، دوم انشاءالله پدر و مادری خود شما، پدر و مادر انشاءالله یعنی داماد، یعنی یکیش دیگرش پدری استاد. برای همین وقتی که ما و شما اون دختر میتیم و اون دختر یعنی برای فرزند گفته قبول میکند، یا که ما و شما رو انشاءالله خدا خواهد بچه ما و شما وقتی که یک دختر نخانه دارش میکنیم، البته یعنی اون عائله دختر دارم همچون فرزند قبولش میکند. باید که فرزند انشاءالله فرزند واری نگ معامله کند، انشاءالله دختر همچون انشاءالله دختر واری نگ در خاندان باید که انشاءالله معامله کند. یعنی انشاءالله در خاندان چیکار کند؟ معامله های خوب و رفتار و گفتار انشاءالله خوب کند تا که انشاءالله سعادت دو دنیا نمیسر برگردد. حتی که رازگی انشاءالله خسر و خشتامنم این انشاءالله واجبات اسلام است عزیزان من. البته وقتی که ما آرزو میکنیم که بچه ها پدرامون و مادرامون حرمت کنن، انشاءالله دخترها هم پدر و مادراش آرزو میکنن که ما باید که انشاءالله چیکار کنیم وای ها هم انشاءالله حرمتشون بجا بیاریم. چخیلی که پدر و مادری من آرزو میکنیم که همسرم حرمتش بجا بیارد،
البته همون دخترها هم پدر و مادرش آرزو میکنن که البته انشاءالله خدا خواهد چیکار کند حرمتشون بجا بیارد. برای این دخترها توصیه میکنم که اون خانه میرن البته اولا انشاءالله خدمت بجا بیارن، اول یگانه شوهرشون انشاءالله یعنی حرمتش بجا برن، چون که رضا الله فی رضای زوج، راضی خدا در راضی شوهره و غضب الله فی غضب زوج، غضب خدا در غضب انشاءالله یعنی شوهره. این چنین راضی خدا در راضی خسور و خوشتامن عزیزان من. البته چخیل پدر مادر تا حرمت کنی دختران عزیز همچنان یعنی خسور و خوشتامن را یعنی حرمت کنین. ایزده یگان کار میفرماید لبیک گو، منای لبیک من در خدمت شما تیار هستم. مبادا که برای شما یگان کمبودی ها خطاگی ها شود البته عذر پرسین انشاءالله خدا خواهد یعنی میبخشین، بین با تکرار نمی شود انشاءالله. وقتی که شما دعای وی ها را میگیرین خدمت وی ها را میکنین البته روز می شود فرزندهای شما انشاءالله خدمت های شما را میکند. البته این دنیا میگذرد اندک وقت خدا خواهد 20 سال خدا خواهد ما و شما چیکار میکنیم یعنی فرزندها را به دنیا تربیت، بعد 20 سال بعد دوره های پیری سر میشود. ما هم مثل اینها خدا خواهد بابمون چی معامله کراشیم البته همون معامله را البته میگیریم از فرزندامون، از دامادامون، از دیگر کسامون، البته همون معامله باید که ما رفتار و گفتار خدا خواهد دختر یا که بچه باشدم یعنی خودش خوب از وین آدابش خوب میگن، باید که آداب داشته باشد. البته با وقت خستن عادت کنین، البته از خدمت انشاءالله خدا خواهد یعنی دور نشین، با خدمت با دعا. بزرگان اسلام گفتند انسان انشاءالله طبیعت درختان از هوا بهره میگیرن، آدم از دعا. دائم دعای وی ها را گیرین، دائم خدمتی وی ها را بجا بیارین انشاءالله خدا خواهد از فرزندکاتون. البته این شی انشاءالله خدا خواهد معامله ها را البته ما و شما میگیریم. البته این معامله ها یعنی منتظر چی است ما و شما است. برای این بدترین انشاءالله زنها را خصلتش خبرکشی است، چون که تمامی امروز آیله ها را ویرون دارد. وقتی که یگان معامله میشود نسبت شوهر و زنی نسبت انشاءالله خسور و خوشتامنی در راه اومده انشاءالله چیکار میکنن خبرکشی میکنن و این طرف انشاءالله این چیزا چیکار نمیکنن، این طرف هم نمیفهمن این چیزا در راه چیکار میکنن جنگ و جنجال، در راه جدایی ها، در راه خونگی ها با وجود میآید. البته حیاتی شیرین شما به تلخی ها مبدل میشه. هر این کار نکنین. حتی همون کتاب میگه که وقتی که ما دخترم از خانه خدا خواهد شوهرت به خانه ما میایی همچون مهمان هستی. همون ساعتی که گفت البته زورتر برگرد، آنچه خبرهایی که آن عمل کارهایی که در اونجا میبینی البته به ما هم نگو و انشاءالله خدا خواهد به الله گو. اگر خواهی که حیات مستحکم شود، اگر خواهی که زندگی ها تلخ نشود، اگر خواهی که انشاءالله خدا خواهد حیات شیرین شود، هرگز میگن قباقی خود در خاندان نگیر. مادامی که شما زن و شوهر مبادا در خانه انشاءالله جنجال میکنین، اون زهرتون خدا خواهد در خسورتون، اون زهرتون در خوشتومنتون، اون زهرتون خدا خواهد در بیرونگیان نندازین و انشاءالله به الله مراجعت کنین و صبر انشاءالله طاقت کنین. یک جوانی بود میگد که زنش بسیار بد اخلاق بود، بسیار بد رفتار بود، بد گفتار بود. جوره هاش جمع زدن گفتن ای برادر یا همین شوهر زن تا سرتی جدا شو خلاص شو. گفت میتیمو لیکن با یک آیله را آزار میتید، بادا من انشاءالله آزار تید دیگر آیله را آزار نتید. برای هرگیز خدا خواهد آزاری پیشکش نکنین. از دل آزار الله محترم انشاءالله الله بزرگوار از دل آزار بیزار است. گفتی شعر میگه که دل بد است آور که حج اکبر است، یک دلی به آزار از هزاران کعبه بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آزر است، دل نظرگاهی جلیل اکبر است. حرکت کنین شما جوانا خدا خواهد دلهای پدر مادر، دلهای خسور و خوشتمنا را انشاءالله نرجانین. همیشه خدا خواهد با خدمت، با لبسهای شیرین، با چهره شاده، با روی خندان انشاءالله خدا خواهد چیکار کنین شما انشاءالله خدمت کنین. البته فرزندهای شما، البته انشاءالله دختر
دخترای شما همیشه انشالله خدمت میکنن. همیشه خداخواد در پناه خدا باشین. تا صحبت دیگر خدا حافظی می نمایم. الله مناسب بیند با دیگر انشالله صحبت ها با عزیزان و شما از آن هم صحبت میشین. همیشه شاد، همیشه خرم، همیشه در عائله های شما محبتی صمیمی، بخت و سعادت و دوستی و مهر و عاقبت را از طرف الله سبحانه و تعالی خواهان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.